آقای چوکلیت از نروژ تا بروکسل را طی کرده با دوچرخه تا صدای زندانیان سیاسی در ایران را به گوش جهانیان برسونه و در اینجا به نمایندگان پارلمان اروپا این پیام را برسونه که جمهوری اسلامی زندانیان سیاسی ایران را شکنجه میکنه و همچنان به اعدام در زندانها و اینجا مسئله کل ایرانه و مسئله دموکراسی در سراسر ایران هستش و آقای سلیمان چوکلی هم فقط برای کردستان نیومده، برای سراسر ایران اومده و از آزادی و دموکراسی در سرتاسر ایران دفاع میکنه و برای همینه که نهاد ما هم که به اسم اتحاد برای ایرانه ارگانیزاتور این برنامه هستش و ما تلاش میکنیم که صدای یکپارچه زندانیان سیاسی ایران باشیم. سازمان عفو بین‌الملل بلژیک هم یک دادنامه ای را برای آزادی آقای کبودوند در اینجا میچرخونه که تمام ایرانیان و اروپایی‌ها که از اینجا رد میشن امضا میکنن. سلیمان چوکلی سخنرانیش تمام شده و میخواد صحبت کنه طریق رادیو شما. آقای سلیمان چوکلی، شما به عنوان یکی از ایرانیان کرد که در شهر اسلو زندگی میکنید چه زمانی رو طی کردید تا به شهر بروکسل اومدید؟ پروژه از شهر تورنهایم شروع شد. 2500 کیلومتر طول راه بود. 24 روز طول کشید. امروز هم اینجا جلوی پارلمان اروپا ختم پروژه است که در جهت حمایت از زندانیان سیاسی زندانهای ایران و جهت محکوم کردن حکم اعدام و حمایت از جناب آقای محمد صدیق کبودوند که انتخاب شدن جهت گرفتن جایزه صلح نوبل. خوشبختانه به بخشی از اهداف پروژه رسیدیم. آقای سلیمان چوکلی، شما از آقای کبودوند صحبت کردین و اینکه ایشون نامزد دریافت جایزه صلح در سال 2011 هستن، یعنی امسال. لطفاً بگین که چه نهادی آقای کبودوند رو برای دریافت چنین جایزه‌ای نامزد کرده؟ یکی از احزاب پارلمان نروژ، حزب سوسیالیست نروژ، دخیل بودند در انتخاب کردن محمد صدیق کبودوند برای گرفتن این جایزه که خوشبختانه بعد از مدتی اسمشون همراه این تعداد افرادی بودند که منتظر گرفتن این جایزه هستند که خبر خوشی بود. ایشون به عنوان یک زندانی مدنی که بنیانگذار سازمان حقوق بشر کردستان در ایران بود به این مهم دست یافتن. به عنوان یک سمبل از زندانیان سیاسی ایران شایسته گرفتن این جایزه. آقای سلیمان چوکلی، شما از نروژ به بلژیک اومدین، با دوچرخه هم اومدید، همونطور که اشاره کردین 2500 کیلومتر رو پشت سر گذاشتید یا بهتر بگم رکاب زدین. الان وارد شهر بروکسل شدین. گویا برنامه‌های شما در پارلمان اروپا هم دارید، بله؟ یک تومار اعتراض‌آمیز جهت جدی کردن کوشش‌های پارلمان اروپا جهت دفاع از حقوق بشر در ایران و نقض و پایمال کردن حقوق بشر از طرف جمهوری اسلامی ایران، این تومار تقدیم پارلمان اروپا خواهد شد. به این ترتیب آقای سلیمان چوکلی، وقتی شما این تومار رو که به همراه دارید تسلیم پارلمان اروپا کنید، مأموریت این سفر شما به پایان میرسه، بله؟ بله، تقدیم این یادداشت مأموریت به پایان میرسه. مأموریت انسانی ما که همون دفاع از حقوق بشر تمام نشده نیست. صدای این پروژه در جهت خدمت به کلیه کسایی است که داخل سرزمین ایران زندگی میکنن.